خواه اونم غلام سخیر روغ لیوانه قماندان امنیت که گفته بود. واس او اینمی مرد است. غیر رنجر دوام به مشکل. یک شپاده کامبینا باشه دور رفتن. کامبینا باشه نمیکنه. تا اونجا که امروز رفتیم و اونجا نفرای ما جای بجای و با پلانای بعدی خود باز کار میکنیم. چی میگی؟ چقدر شده زمین؟ فقط معلوم میشه که کدام سوراخ‌هایی که بود اونمو پد شده و امو 4 اطرافش همین خانه‌ای که 100 متریش بود چند خانه چپا شده دیگه کدام تخریب نکرده. بله جسدهای داعشی ها موجود است، اونموجا افتیده هستند. امروز ما رفتیم خودمون با چشم سر خود دیدیم. نیروهای امنیتی اینجا در روستای اسدخیل در ولسوالی اچین میگن که داعشیان در زمان حاکمیتش در اینجا زندان داشته و کسایی را که بازداشت میکرده نگهداری میکرده در این زندان ها که این زندانش گنجایش نگهداری 2 نفر را داره و همچنان در اینجا دیده میشه که داعشیان در دل کوه و سنگ اینجا برای خود جای ساخته بودن به خاطر پنهان شدنشان و به خاطر بود و باششان در اینجا.